زندگی نامه رسول خدا صلی الله علیه و سلم با مشکلات و سختی های زیاد آغاز گردید، زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و سلم یتیم به دنیا آمدند و قبل از اینکه به دنیا بیایند پدر آن از دنیا رحلت کرده بود و در 6 سالگی مادر خود را از دست دادند. هنگامی که با مادر خود به دیدن تقاهای خود سفر کردند و بعد از بازگشت در نیمه راه در یک منطقه به نام ابوا با یک زن دیگر هم با آنها بود به نام ایمن. در این منطقه ابوا مادر آن بیمار می گردد و در آنجا از این دنیای فانی رحلت می کند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم که 6 سال داشتند با ایمن این مادر بزرگوار را به خاک می سپارند و به مکه برمی گردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم این سفر را بسیار یاد می کرد. هنگامی که هجرت کردند به همون منطقه گذر کردند و بازی هایی که در خردی می کردند با کودکان یادآوری می کرد. حتی شناوری هم می کردند، شناوری خود را به یاد آوردند و هنگامی که به صلح حدیبیه می رفتند باز هم به همین منطقه گذر کردند و به زیارت قبر مادر خود رفتند و به اندازه زیاد گریستند که صحابگان هم همه به گریه آمدند. و همچنین هنگام فتح مکه به زیارت قبر مادر خود رفتند و در آنجا بسیار گریستند. بعد از مرگ مادر رسول خدا صلی الله علیه و سلم بابایشون عبدالمطلب پرستاری او را به عهده گرفتند و در 8 سالگی رسول خدا صلی الله علیه و سلم آن هم وفات کردند. پیش از اینکه عبدالمطلب وفات کند ابو طالب پسر خود را عهدهدار می سازد که پرستاری رسول خدا صلی الله علیه و سلم را به عهده بگیرد، زیرا که ابو طالب و عبدالله پدر رسول خدا صلی الله علیه و سلم از یک مادر بودند. ابو طالب رسول خدا صلی الله علیه و سلم را بسیار دوست می داشتند و همیشه او را در پهلوی خود می خواباندند و برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم خوراک مخصوص می گذاشتند و فرزندان ابو طالب بسیار بودند. از این لحاظ هنگامی که آنها خوراک می خوردند با هم یا اینکه به تنهایی سیر نمی کردند و هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم با آنها خوراک می خورد از برکت رسول خدا آنها سیر می کردند. پس ابو طالب می گفت که هنگامی که خوراک را می آوردند می گفت صبر کنید تا آن دمی که پسر من بیاید و اولین شده خوراک را آغاز کند و می گفت که ای پسرم تو بسیار یک انسانی مبارک هستی.